حداقل از یه ترفند توی این ویدیو راحت توی زندگیت میتونی استفاده کنی. توی این ویدیو ترفندایی رو میبینی که تو رو میتونه نجات بده. چقدر راحت چکش چوبی ساخت؟ میدونستی روغن مایع قابلیت اشتعال داره مثل شمع؟ اگه 3 تا میخ داشته باشی میتونی ازش به این حالت استفاده کنی. وازلین و چند تا تیکه شمع رو به این حالت توی قوطی کنسرو آب میکنیم، یه تیکه طناب نخی تو داخلش میندازیم با یه تیکه لوله فلزی. ببینید حتی به آب هم بزنی هیچ تأثیری روش نداره و باد هم باز شعله‌شو خاموش نمیکنه. توی این ویدیو یاد میگیرید اگه یه وقت خواستید برید جنگل یا با رفقاتون خواستید کمپ بزنید، با کمترین و ساده ترین وسایل بیشترین بهره رو ببرید. به این حالت خیلی راحت آب و جوش میاره استفاده میکنه. این ترفند آخری از بهترین ترفنداییه که خیلی جاها میتونه به کارتون بیاد. ذخیره کنید و اگه خوشتون اومد لایک کنید، 3 تا قلب قرمز هم برام کامنت کنید. مرسی.